السلام علیکم تماشابینان عزیز. نشر نوبتی برنامه سیاسی تحلیلی امنیت و جامعه است از استودیوی مرکزی شبکه تلویزیونی ولایت سوخت. ما مسئولین برنامه سیاسی تحلیلی امنیت و جامعه تصمیم گرفتیم در ماه ایون که سنه 27 ایون روز وحدت ملی جشن گرفته میشد، سلسله نشر برنامه سیاسی تحلیلی امنیت و جامعه را بخشیده به نامین راه رسیدن به وحدت ملی آماده و پیشنهادی تماشابینان کرده باشیم و این اولین برنامه ما هست که مسئله مذکور را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد. موضوع امروزه ما عنوان گرفته است وضع سیاسی تاجیکستان در آغاز سالهای صاحب استقلالی و سبب و عامل‌های سر زدن جنگ شهروندی در کشور. با مقصد تحلیل و بررسی مسئله مذکور به استودیوی مرکزی شبکه تلویزیونی ولایت سوخت دعوت شدند کارشناسان دائمی و فعال برنامه سیاسی تحلیلی امنیت و جامعه استاد شوکت شریف که همیشه در برنامه اشتراک میکنند و استاد عزیز عبدالکریم جمالدین تاریخ شناس. با استفاده از فرصت مناسب اظهار منتداری به کارشناسان برنامه میرسانیم که امروز در برنامه ما اشتراک دارند. و در اول از استاد میخواستیم پرسیده باشیم همین راه رسیدن به استقلال دولتی و وضع سیاسی کشور در همون عرفه به دست آوردن استقلال دولتی. برام استاد. وقتی که ما درباره استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سخن میرانیم، البته این راهی هموار راهی آسان نبود. با این نعمت تاریخ ما در نتیجه بسیار پسی سر کردن واقعه ها، رویدادهای خیلی وزنین، سنگین و حتی ننگین ما به همین استقلال رسیدیم. وقتی که ما درباره وضعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی سالهای اولی استقلالیت سخن میرانیم، ما باید البته چند سخن درباره همین زمینه هایی به استقلالیت دولتی رسیدن باید چند سخن گوییم و البته درباره سیاست بازسازی گورباچوی. همه ما میدونیم که سیاست بازسازی گورباچوی که ماه اپریل سال 1985 در پلنومی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی همین سیاست بازسازی اعلان کرده شد و معماری آن همین گورباچوف همچون منشی عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی بود و مقصد این بازسازی پیش از همه از بحران خیلی شدید سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مالیوی، غایوی و معنوی که تمام اتحاد شوروی را فرا گرفته بود، مقصد رهانیدن از همین بحران بود. اما این سیاست مملکت را به یک تنگکوچه سربسته در آورد. همین سیاست بازسازی سببی از بین رفتن اتحاد شوروی گردید. از بین رفتن اتحاد شوروی یکی از سبب‌های خیلی تیزتون شدن وضعیت در قلمروی همین دولت شد، چون که دولت یگانه از یک مرکز اداره کرده میشد، اقتصادیات یگانه، نظام یگانه پولی، نظام یگانه مدافع، سیاست یگانه بیرونی، همه این از بین رفت. نبودن همین سروران سیاسی، سرورانی که جسورانه همین اداره کردن دولت را به عهده گیرند، سبب بسیار ناآرامی ها، سرزدن بسیار واقعه های مدهش، از جمله سرزدن جنگ شهروندی در تاجیکستان یکی از عامل ها. البته درباره عامل های عام ما میگوییم همین از بین رفتن اتحاد شوروی بود. تشکر زیاد استاد مرا. واقعا هم بعد از آمدن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان آرزو و آرمان های چندین هزار ساله ملت ما به حساب میرفت، چون که اجدادان ما از ابتدا تا امروز بهر آزادی، بهر حفظ سرزمین اجدادی، حفظ ارزش‌های ملی و استقلال کامل مبارزه می‌بردند و همه کوشش و تلاش‌های اجدادان ما برای رسیدن به استقلال کامل بود و هر یک لحظه این مرحله‌های تاریخی بسیار برای رسیدن به استقلال کامل دولتی بسیار مهم بودن. زمینه‌های خیلی مهم رو برای رسیدن به استقلال دولتی مهیا نمودن، زمینه گذاشتن و خصوصا من در سالهای
20 عصر گذشته که در قلمرو آسیای مرکزی بسیار دیگرگونی‌های مهم سیاسی به وقوع آمد و پس از برقرار شدن حاکمیت شوروی در آسیای میانه در تاجیکستان و در دوره برگزاری تقسیمات ملی حدودی که برای ملت تاجیک یک دوره بسیار حساس، دوره بسیار از جهت سیاسی مشکل بود. فرزندان فرزانه ملت برای حفظ منفعت‌های ملی، برای بنیاد تاجیکستان نوین ایستادگی کردند و با شرافت همین فرزندان با ننگ و ناموس وطن نصرت الله مخصوم، شیرینشاه شاه تیمور و دیگران تاجیکستان نوین بنیاد گردید و همین تحولات‌های سیاسی که آخر سالهای 80 و ابتدای سالهای 90 به وقوع آمد باعث از بین رفتن دولت اتحاد شوروی و به استقلالیت صاحب شدن جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی گشتند و در قطار دیگر گویم جمهوری ها تاجیکستان هم استقلالیت دولتی خود را به دست آورد و در همین مستحکم شدن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردن اجلاس غیر نوبتی شورای عالی جمهوری تاجیکستان که 9 سپتامبر سال 1991 برگزار گردیده بود بسیار مهم است، زیرا در این اجلاس بسیار قرارهای مهم قبول کرده شد. مثلا اظهارات درباره استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و دو قرارهای مخصوص قبول کرده شد که برای به طور رسمی و گویم اعتراف کردن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بسیار اهمیت کلان خودش داشت. مثلا در اظهارات از جمله آمده بود که جمهوری تاجیکستان به صفت سوبیکت مستقل گویم حقوق بین الخلقی به حساب می رود، یا که من در قرارهای قبول کردیده بیشتر به همین وارد نمودن تغییر الهه ها به اعلامیه استقلال جمهوری تاجیکستان که هنوز 24 آگوست سال 1990 قبول کرده شده بود به حساب می رفت، چون که بعضی بندها، بعضی ماده هایی که اونجا در اعلامیه استقلالیت جمهوری تاجیکستان انعکاس خودش یافته بود، ما استقلال ما رو به طور کامل، به طور همه جانبه تامین کرده نمی توانست. مثلا در ماده گویم 4 اعلامیه گویم استقلال جمهوری تاجیکستان چنین آمده بود که غیر از مسئله هایی که اختیاراً به صلاحیت اتحاد شوروی داده میشد، یعنی این از آن شهادت میداد که بعضی مسئله هایی که ما گویم بود ما به طور مستقلانه حل کرده نمیتونستیم و این برخلاف همین استقلال کامل دولتی ما به حساب می رفت، یا که من تغییر داده شدن نام جمهوری تاجیکستان از رسپوبلیک سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان به جمهوری تاجیکستان، این همین نتیجه قبول قرارها و تغییر لایحه ها به حساب می رفت، یا که من قرار دیگری که در این اجلاس قبول کرده شد 9 سپتامبر را همچون روز عید ملی، همچون روز استقلال جمهوری تاجیکستان اعلان کرد و همین گویم تغییر وارد نمودن تغییر الهه ها به کنستیتوسیون در همان دوره عمل کرده ساده گویم تاجیکستان نیز ضروریت به عمل آمد. مثلا در ماده گویم 1 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان همین تغییرات همین خیر بود که جمهوری تاجیکستان دولت مستقل دموکراتی حقوق بنیاد می باشد، یا که در ماده 28 جمهوری تاجیکستان چون سوبیکت مستقل حقوق بین الخلقی با دولت‌های خارجی میتواند به طور مستقلانه سیاست خارجی، دیپلماتی، تجارتی و دیگر را به راه ماند و این برای باز هم گویم مستحکم گشتن همین استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مساعدت کرد و یک زمینه های خیلی مهم و استوار را در همون همین اجلاس گویم گذاشته شد و اینجا من میخواستم دایر به اهمیت استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان جو چند سخن گویم و واقعا هم چطوری که در آغاز گفتیم این به دست آمدن استقلال دولتی آرزو و آرمان های چندین عصره ملت ما بود و پس از به استقلالیت صاحب شدن جمهوری تاجیکستان بسیار در امکانیت های نو برای ما گشاده شد. مثلا با نام جمهوری تاجیکستان در خریطه جهانی پیدا شدن یک دولت بسیار یک دستاورد بزرگ بود، یا که
گویم در من امین بعد در تمام چاره‌بینی ها در چاره‌بینی های سطحی گویم جهانی جمهوری تاجیکستان همچون یک دولت مستقل من بعد معرفی میشد که اینم بسیار برای ما مهم بود و جمهوری تاجیکستان گویم امکانیت پیدا کرد که به طور مستقلانه هم سیاست داخلی و هم سیاست خارجی را پیش برده باشد یا که همین با سازمان های بین الخلقی با کشورهای گوناگون جهان مناسبت‌های گوناگون را مناسبت‌های دیپلماتی را به طور مستقلانه به دست گویم امکان پذیر شد و به دست آمدن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان یک مرحله بسیار مهم و نوترین برای ملت تاجیک به حساب می رود که این آغاز همه همین دستاوردها گویم به حساب می رود. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. بالا هم استاد خوب اشاره کردند که وقتی که جمهوری‌هایی که اعضای اتحادیه شوروی بودند و استقلالیت خود را به دست آوردند، آنهم قدرت‌ها، آنهم کشورهایی که می‌خواستند نفوذ خود را در این منطقه زیاد کنند و آن منفعت‌هایی که داشت می‌خواستند در همین منطقه‌ها برآورده کنند با آنهم نقشه‌های گوناگون وارد وضع سیاسی همین کشورها شدند و از هر گونه گروه‌ها استفاده کردند تا آنها هدف‌های خود را به هدف‌های خود برسند و جمهوری تاجیکستان از همین گونه کشورها بود که متاسفانه یک جنگ خانمانسوز برادرکش را از سر گذرانیدیم و استاد می‌خواستیم همینجا سبب و عامل‌های سر زدن جنگ شهروندی را از شما شنیده باشیم. مرحمت. تشکر. چطوره که من در اولی صحبت اشاره کردم، پاش خوردن اتحاد شوروی، فشار قوه‌های گوناگون مخالف، افزودن عنصرهای جنایتکاری و نفوذ کارچلان‌های اقتصادیات پنهانی، کوشش با راه غیر قانونی به سر قدرت رسیدن و دیگر من عامل‌ها باعث آن شد که تاجیکستان در آغاز استقلالیت دولتی خود به جای تحکیم گوییم همین پایه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غایوی متاسفانه به گرداب جنگ شهروندی کشیده شد و این جنگ شهروندی که 5 می سال 1992 آغاز یافته تا 27 ایونی سال 1997 یعنی تا به امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت عمومی ادامه یافت. این برای تاجیکستان یک خسارات خیلی وزنی جانی، مالی، معنوی با وجود آورده رشد مملکت را بعد 10 ساله ها عقب پرتافت. البته وقتی که ما درباره سبب ها، عامل ها، انگیزه های جنگ شهروندی سخن میرانیم، ما یک نکته را از سخنرانی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در پیام خودشان در پیام سال 2019 همین به سبق های جنگ شهروندی، اهمیت اجلاسی 16 و من اقدام های حکومت برای رسیدن به صلح و آشتی اشاره کرده در نزد عالمان جامعه شناس، مورخان، سیاست شناسان، تحلیلگران چنین وظیفه گذاشتند که در پیام چنین آمده است که جامعه شناسان باید همین سبب های جنگ شهروندی را در تاجیکستان باید خیلی عمیق در اساس دلیل ها، تحلیل ها، گوییم سند های که در بایگانی ها هستند، در نوارها هستند، خیلی عمیق آموزند. چرا؟ برای سبق برای آینده که ما به اون خطاگی هایی که در سالهای اولی گوییم استقلال راه دادیم باید تکرار نشود. این برای نسل آینده، نسل جوان درس عبرت باشد. البته وقتی که سخن درباره عامل ها، سبب ها و انگیزه های جنگ شهروندی می رود، در این باره رساله ها، تحقیقات ها، کتاب های خیلی زیاد نوشته شدند، خاطره ها در روزنامه ها، تحلیلگران و حالا بسیار عامل های آن هنوز به طوری باید و شاید تحقیق نشدند و محققان خصوصا مورخان را ضرور است که در این باره
тадқиқотҳои бунёдӣ нависанд. ва чӣ тавре ки ман гуфтам, ана ҳамун суханони пешвои миллат, ки мо бояд ҳамчун аз ин воқеаҳои нангин ва сангин бояд дарси ибрат гирем. вақте ки акнун сухан дар бораи омилҳо ва ангезаҳои ҷанги шаҳрвандӣ сухан меравад, дар ин бора хеле чихел ки ман гуфтам мақолаҳою таълифоти зиёд аст. ҳамаи онҳоро ҷамъбаст карда чанд омилҳои асосиро метавон номбар намуд. ин пеш аз ҳама омили сиёсӣ, омили иқтисодӣ, омили иҷтимоӣ ва яке аз омилҳои дигар, яъне ин ҳаракати ҳамун ҳизбу созмонҳои ҷамъиятӣ ки дар солҳои аввали истиқлолият ба саҳнаи сиёсат баромаданд, бо роҳи ғайриқонунӣ ба даст овардани қудрати сиёсӣ ба ҳокимият соҳиб шуданд ва фаъолияти баъзе анамин ҳизбу ҳаракатҳои боиси барангехтан ва афзудани маҳалгароӣ гардид. ва ниҳоят як омили дигар ки аз солҳои ин ҳам аз давраи иттиҳоди шӯравӣ ин ман чиз падида мушоҳида карда мешуд, сиёсати нодурусти ҳизби коммунисти иттиҳоди шӯравӣ ва ҳукумати шӯравӣ, ҳукумати марказӣ нисбат ба забон, илм, фарҳанг, таърих, дину мазҳаб, яъне ба масъалаҳои миллӣ ки дар амал гӯем ҳамин баробарҳуқуқӣ эълон шуда буд ва инро ман шарҳ медиҳам, лекин дар воқеият риоя карда намешуд. ва ниҳоят яке аз омилҳои ҷанги шаҳрвандӣ ин дахолати қувваҳои беруна, он қувваҳо душманони истиқлолияти давлатии мо ки истиқлолияти моро намехостанд. акнун кӯтоҳ ман мехоҳам ҳамин омилҳое ки номбар кардам шарҳ диҳам. вақте ки мо омили сиёсӣ мегӯем, чиро мо дар назар дорем? яъне тамоми ҷумҳуриҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ аз ҷумла тоҷикистон дар тӯли 70 сол мо дар ҳайати иттиҳоди шӯравӣ зиндагӣ мекардем. аз як марказ идора мешуд. давлати ягона, идеологии ягона, конститутсии ягона, низоми ягонаи пул, низоми ягонаи мудофиа, дигар. вақте ки умуман беқарори Москав, беқарори марказ дар ҷумҳуриҳои гӯем иттиҳоди шӯравӣ, ҳарчанд ҳизбҳои коммунистӣ буданд, роҳбарони чӣ буданд, мақомоти идоракунӣ буданд, лекин бе иҷозати марказ ягон чизе, ягон масъалае ҳал карда намешуд. бинобарин ҳамаи роҳбарони маҳаллӣ ба ҳамун идоракунии марказ чӣ буданд, одат карда буданд. вақте ки истиқлолият ба даст омад, баъзан маълум шуд ки ҳамин як сарвари сиёсӣ, лидери сиёсӣ нест ки ҷасорати идора кардани давлатро ба гӯем зимоми идора кардани давлатро гирад. ва ана ҳамин гӯем як давраи муайян бесару сомонӣ дар соҳаи сиёсат, дигар идора кардани давлат яке аз омилҳои ана ҳамин ҷанги шаҳрвандӣ шуд. ва дигар омили иқтисодӣ ва иҷтимоиро мо метавонем якҷоя шарҳ диҳем. вақте ки иттиҳоди шӯравӣ барҳам хӯрд, канда шудани робитаҳои иқтисодӣ, аз кор мондани садҳо корхонаҳои саноатӣ ба маротиб якбора афзудани сафи бекорон, беқурбшавии пул, нарасидани маводи хӯрока ва дигар молу гӯем маводи ниёзи мардум боиси муташанниш гаштани вазъи иҷтимоӣ дар ҷомеа гардид. яъне мардум аз ҳамун вазъ норозӣ буданд. норозигии худашонро ба ҳар гуна роҳу васила гӯем маълум мекарданд. яъне сар шудани гӯем намоишҳо, митингҳои гӯем дуру дароз ки баъзе қувваҳои сиёсӣ, ҳизбҳои сиёсӣ онро ба мақсади худ истифода бурданд. ва яке аз омилҳои сарзадани ҷанги шаҳрвандӣ дар тоҷикистон ман гуфтам, яъне бо роҳи ғайриқонунӣ ба сари қудрати сиёсӣ мехостанд ана ҳамун ҳизбу ҳаракатҳое ки созмонҳое ки дар саҳнаи сиёсӣ ба вуҷуд омаданд. масалан ҳизби демократии тоҷикистон, ҳизби наҳсати ислом, созмони растохез, лайли бадахшон, ҳисори шодмон ё дигар созмонҳое ки ба вуҷуд омаданд, дар барномаҳои худ, дар оинномаҳои худ як мақсадҳои хеле наҷибро гузошта буданд. мехостанд ки тоҷикистонро аз буҳрони иқтисодию молиявию маънавӣ
گوییم برارن استقلالیت ما را مستحکم کنند، لیکن در عمل آنها تماما مقصدهای دیگر داشتند. آنها همون راهبران سیاسی همین حزب و حرکت ها منفعت‌های گروهی، منفعت‌های سیاسی، منفعت‌های محلی، حتی منفعت‌های شخصی خود را از منفعت دولت، از منفعت ملت بالا گذاشتند و آنها در بین مردم متاسفانه در همون میتینگ ها، گردهمایی که تشکیل کرده میشتن باعث اوج گرفتن محلگرایی شد. گوییم خودی همون نامی اگر ما سازمان ها را به یاد گیریم، در همین سازمان ها نمایندگان این یا اون محل جمع شده بودند. راهبران همین سازمان ها هم اون منصبداران حزبی و دولتی بودند، وکیلان، وزیرانی بودند که با هر یک بهانه یا با گوییم از عهده کار نبرآمدن از منصب دور شده بودند. اکنون آنها همین وضعیت بی سر و سامانی را استفاده برده میخواستند که از نو صاحب کرسی، صاحب منصب، صاحب قدرت، وکیل شوند، وزیر شوند. حتی یک تاریخ را نمیدانستند. و نهایت یکی از عامل های دیگر من چه گفتم، سیاست نادرستی حزب کمونیست اتحاد شوروی، حکومت شوروی نسبت گوییم مسئله های ملی، نسبت تاریخ، فرهنگ، مدنیت، زبان، دین ما بود که باعث ناراضگی زیاییان همین جمهوری اتفاق شد و برای این آشکارای پنهانی زیاییان مبارزه میبرند. در کنستیتوسیا، در قانونهای همون دوره اتحاد شوروی برابر حقوقی، دموکراتیا، دیگر چیزها کفالت داده شده بود، لیکن در عمل نسبت زبان، فرهنگ، دین، گوییم دیگر ارزش های معنوی ما بی اعتنایی گوییم ظاهر کرده می شد. و نهایت سبب دیگری سرزدنی جنگ شهروندی این دخالت قواهای خارجی بود. چیزی که ما میگوییم جنگ تحمیلی. یعنی چی معنی دارد؟ یعنی این جنگ را از بیرون به سر مردم بار کردن، تحمیل کردن. یعنی بعد از پاش کردن اتحاد شوروی شما خیلی درست قید کردید که همون ابرقدرت ها که آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان دارای ثروت های خیلی بای اقتصادی، ثروت های زیر زمینی، گوییم نیروی برق، آب، دیگر بازاری محصولات، خرید و فروش، مواد خام می ارزان بود. همه ابرقدرت ها می خواستند که موقع خودشان را در آسیای مرکزی و در تاجیکستان هم گوییم مستحکم کنند. متاسفانه همین بعضی قواهای دشمن، آن قواهایی که استقلالیت ما را نمیخواستند، همین جانب‌های درگیر را طرفداری میکردند، سلاح میدادند، ادبیات تبلیغاتی میدادند، مبلغ تامین میکردند. نمیخواستند که تاجیکستان همچون دولتی صاحب استقلال باشد و گوییم با طریق استقلالیت آزادانه تقدیر خود را گوییم حل کند، به دست خود کرد. و متاسفانه همین عامل ها، البته هر یک این عامل را خیلی مفصل باید شرح دادن ممکن، لیکن من کوتاه شرح دادم و البته در صحبت های من بعده من در این باره باز صحبت خواهیم کرد. لیکن خوشبختانه در نتیجه سیاست عاقلانه پیشوای ملت، همین که آغاز صلح تاجیکان از اجلاسی 16 سرنوشت ساز سر می شود. اولین دست صلح و آشتی محض از جانب سرور تازه انتخابی تاجیکستان، رئیس شورای عالی تاجیکستان محترم امام علی رحمان، از همین منبر اجلاسیه به جانب مخالفین دست صلح و آشتی دراز کرده شد و البته مذاکره ها دور و دراز دوام کردند و نهایت همین خرد ازلی مردم تاجیک، سیاست دوراندیشانه پیشوای ملت بود که ما به همین جنگ خانمانسوز خاتمه گذاشتیم و به صلح و وحدت ملی رسیدیم. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و استاد اینجا می‌خواستیم اندیشه شما وابسته به سبب و عامل‌های سرزنی جنگ شهروندی و وحشانیت‌های جنگ شهروندی که بالای ملتی ما بود. مرحبا. اینجا استاد
بسیار خوب دایر به عامل‌های اساسی سر زدن جنگ شهروندی در مملکت اینجا گفتن و باز یک عامل دیگر بسیار مهم به نظر ما از آن عبارت است که این عامل تاریخی است که موجود نبودن یک دلی، یک مرامه و یک دیگر فهمی در بین یک ملت تاجیک بود و این عامل در وقتش باعث گویم از بین رفتن یکی از نخستین دولت ملی متمرکز و صاحب استقلال تاجیکان دولت سامانیان مثلا همین سر زدن همین ضدیت‌های درباره سلالوی بین همدیگری یا که خیانت من سرلشکران ترک و دیگر عامل‌ها باعث همین از بین رفتن دولت ملی تاجیکان سامانیان گشته بود و همین حالت در ابتدای سالهای 90 به سر ملت ما آمد که همین موجود نبودن یک دلی و یک مرامه و یک دیگر فهمی باعث به قسمت ها جدا شدن یک سرزمین یا که به گروه ها جدا شدن یک ملت مثلا گویم پدر با گویم پسر جنگ میکرد برای منفعت یا که تقا با جیان و دیگر همین باعث همین پراکندگی در بین ملت تاجیک گشته بود که این بسیار گویم عامل مهمی سرزدن جنگ شهروندی به حساب می رود و دیگر گویم جهت سرزدن جنگ شهروندی رو به همون گویم به همین عامل پیوست کردن ممکن است که حالا مردم ما قدر استقلال رو قدر آزادی رو خوب درک نکردن حالا آنها گمراه بودن و به کدام سوی رفتن رو نمیدانستند کدام جانب رو دستگیری کردن رو نمیدانستند برای همینم از گمراهی یعنی ملت ما بعضی گروه ها بعضی منفعت ها میخواستن که استفاده برن به سر قدرت آین یا که دیگر منفعت های غرضناک خودش گویم عملی کند و از من نوارها و فیلم های مستندی که اونجا آماده کرده شدن دایر به دست آوردن استقلال دولت جمهوری تاجیکستان و آن وحشانیت آن بیرحمی که از جانب قواهای مخالف از جانب گویم بعضی گروه های منفعت جو این بعضی گویم خونریزی ها بعضی گویم کردارهایی که آنها به دست داده بودن حتی در دوره جنگ بزرگ وطنی هم این خیلی وحشانیت رو انسانیت ندیده بود بسیار همین گویم جنگ شهروندی به رشد تاجیکستان بسیار ضرر کلان رساند من موافق معلومات و اظهارات جنگ شهروندی به اقتصادیات مملکت 10 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل میکند و غیر از این من 25,000 عائله ها ویران شدند خانه ها ویران شدند و مردم مجبور شدند میلیون ها مردم مجبور شدند که به کشورهای دیگر کوچ بندن مهاجر روی به مهاجرت آرند 55,000 نفر کودکان یتیم ماندند و همه ساحه‌های خارجی خلق مملکت از این جنگ بسیار ضرری کلان دید و این بحران جمهوری ما را به چند ده ساله ها از تشکل و پیشروی قفا گذاشته بود. تشکر زیاد استاد سلامت باشید و در حقیقت همین ضدیت ها همین چخیلی که بالا هم اشاره کردن بین مردم یک نزاع رو با وجود آوردن تا حدی آمده رسید که مردم به دو میدان تقسیم شدن و استاد میخواهیم وابسته به همین وحشانیت های جنگ شهروندی و اون وضع بسیار مرکب برنامه امروز رو با اندیشه شما به انجام برسونیم. البته حادثه های من در همون دوره در مرکزی تاجیکستان روی دادن دوشنبه متاسفانه در همون سالها به جای به یک مرکزی متحد کردن قواهای سالم و یک مرکزی نزاعهای سیاسی تبدیل یافت و اینجا جمال دیدین درست ذکر کردن که من اولین نمایش ها میتینگ ها هنوز از ماه فوریه سال 1992 در دوشنبه من روی داد که در نزد بینای کمیته مرکزی همون گوییم مخالفان حکومت جمع شده بار اول در همونجا همین اشتراکچیان همین واقعه های فوریه
استعفای 3 راهبر اولی جمهوری گذاشته بودند. حتی یک با نام کمیته 17 تشکیل کرده بودند و در همین روی خط نام 17 نفر شخصانی که باید در وظیفه های راهبری سیاسی دولتی میشنند، یعنی فقط نمایندگان خود را وارد کرده بودند. من بعد این همین گردهام های به حساب در دوشنبه به یک گوییم عملی دائمی تبدیل یافت. مثلا 21 سپتامبر سال 1991 یک در نزد بینای شورای عالی جمهوری تاجیکستان یک نیروهای دم اسلامی میگن، هم دموکرات ها و هم اسلامی ها، حزب نصرت اسلام و دیگر سازمان ها در نزد بینای پارلمان یک نمایش غیر قانونی را تشکیل کردند. آنها منع کردن فعالیت حزب کمونیستی تاجیکستان و هم مصادره کردن مال و ملک این حزب و از من طلب کردند و دیگر میتینگ خیلی دور و درازی که در این باره جمال الدین عبدالکریم گفتند، حزب نصرت اسلام، رستاخیز و دیگر اونهایی که من بعد همین میتینگ به آخر میتینگ 56 روز در همین گوییم میدان شهیدان مقابلان حکومت میتینگ را تشکیل کردند و بسیار بی سر و سامانی با گروگان گرفتن وکیلان شورای عالی عموما در مرکز یک بی حاکمیتی بی قدرتی حکمران بود و همین باعثی حتی با فشاری همین مخالفین یک مدت معین حکومتی به نام مراسای ملی تشکیل کرده شد. لیکن در بین مردم این حکومت را نه حکومتی مراسای ملی بلکه حکومتی ماجرای ملی میگفتند که آن حکومت به جای پس کردن علنگه جنگ شهروندی با این گوییم باز روغن ریخت و این مقاومت باز شدیدتر شد و نهایت همین باعث سرزدنی متاسفانه جنگ تحمیلی این شهروندی در تاجیکستان گردید که البته درباره این عامل ها درباره هر یک واقعه ها و رویدادهای آن وقت خیلی زیاد نوشته شدن، چون که من گفتم در کتاب ها، رساله ها، مقاله های عالمان، سیاستگران، تحلیلگران. همه این برای چی؟ برای آنکه نسل امروزی جوان آن را باید خوانند، دانند که ما با کدام مشکلات به حیات امروزه به استقلالیت رسید. راهی هموار نبود. برای به استقلالیت رسیدن در طول عصرها بهترین فرزانه ملت اگر ما به تاریخ، فرهنگ، ادبیات نظر کنیم، از همون شاهنامه فردوسی سر کرده تمام آثار متفکران بزرگ، اثرهای علامه باباجان غفور، استاد عینی پیش از همه، همین اندیشه های استقلال خواهی، آزادی الکی در آثار همونها ما مشاهده میکنیم و در نتیجه همین مبارزه و گوییم زحمت و کوشش گوییم خادمان حزبی و سیاسی و دولتی فرزانه ملت تاجیکستان ما همچون یک جمهوری صاحب استقلال امروز در خریطه سیاسی جهان پیدا شد و امروز در عرصه بین الخلقی یک مقامی شایسته خود را پیدا کرد که همین البته زحمت های بی اندازه و هر شبانه روزهای این پیش از همه اساسگزار صلح و وحدت پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشد. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. وقتی جدا شده به برنامه سیاسی تحلیلی امنیت و جامعه به انجام رسد، در بالا هم تاکید داشتیم که این سلسله نشر برنامه سیاسی تحلیلی امنیت و جامعه است که با وحدت ملی بخشیده می شود. در برنامه آینده باز هم ما مسئله مذکور مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم. با استفاده از فرصت مناسب به کارشناسان امروزه برنامه ما اظهار سپاسمندی بیان میکنیم. تماشاچیان عزیز، این بود نشر نوبتی برنامه سیاسی تحلیلی امنیت و جامعه. تا برنامه آینده صحتمند و سلامت باشید. خیر.